الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى این حلقه 69 از آموزش کلمة التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله است که معنیش نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند. و ان شاء الله در این حلقه باقی مانده از مسائلی که در حلقه گذشته بود بیان کرده می شود. موضوع حلقه گذشته این بود که اسلام قبول نمی شود تا زمانی که براءت از مشرکین به وجود آید و تکفیر آنها در انسان به وجود آید. یعنی یک کسی اسلام بیاورد، خودش را مسلمان داند، اما براءت از مشرکین و کافرین و مرتدین نداشته باشد، آنها را تکفیر نکند، اسلامش قبول نیست. در حلقه گذشته سخنان امام المجدد شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله را ذکر نمودیم که براءت از مشرکین و تکفیر آنها این شرط قبول اسلام است. حالا باشد سخن پسر شیخ محمد ابن عبدالوهاب یا که نبیره محمد ابن عبدالوهاب که سلیمان ابن عبدالله ابن محمد ابن عبدالوهاب هستند ذکر میکنیم. شیخ محمد ابن عبدالوهاب 4 فرزند داشتند: حسن، حسین، علی و عبدالله. از عبدالله نبیرهشون سلیمان است. سلیمان در حقیقت علامه و یکی از بزرگترین علمای اهل سنت و الجماعت، علمای دارالنجد هستند که در اولی کتاب دلائلشان میگویند: اعلم رحمك الله، بدان الله تو را رحمت بکند، ان الانسان اذا اظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم. سبحان الله. بدان الله تو را رحمت بکند. البته اگر انسان برای مشرکین ظاهر کند، نمودار بکند موافقتش را، یعنی یک مسلمان نسبت مشرکین ظاهر کند که گویا که این مسلمان موافق مشرکین است، موافق بر دین اونهاست، ترس از اونها، به خاطر ترس مشرکین خودش را نمودار کند که گویا که من به دین شما موافقم، خیر، یا که مدارات لهم و مداهنة لدفع شرهم، به خاطر دفع شر اونها، به خاطر رد بدی اونها، به اونها خودش را نشان بدهد که من موافق شمایم، موافق دین شمایم. در این حالت میگن این انسان کافر مثل اونهاست. یعنی از جهت ترسم خود را دروغین هم به همونها مانند کردند و به دینشان موافق، گویا که خودتون را موافق نشان میدید به سبب ترس. انمین هم کفر است و همین انسان هم کافر میشد مثل آنها. و این کان یکره دینهم و یبغضهم و یحب الاسلام والمسلمین، گرچنده که این انسان دین کافرها را بد ببیند و اسلام را دوست دارد، مسلمان ها را دوست دارد، هم کافر میشد. یعنی یک انسان مسلمان است، مسلمان ها را دوست می‌دارد، کافران را به نهایت بد می‌بیند، اما از سبب ترس که در بین کافرها زندگی می‌کند، از سبب ترس، از سبب ضرر و شر و بدی اونها خودش را مثل همونها می‌کند، همونها به موافق می‌کند، یا که میگوید من به دین شما موافقم، با که ندارد، هیچ چیزی نیست، شما برادری ما هستید، ما برادری شما، راهی همه ما در آخر جنت است و غیر ذلک. سخن‌هایی که امروز از بعضی کافران مرتدین یا منافقین می‌بینیم، این خیلی سخن‌ها
بگوید داند که کافر است. این سخن را شیخ سلیمان ابن عبدالله در اول کتاب دلائل میگند. هذا اذا لم یقع منه الا ذلك. این سخنمان همین است که میگند اگر غیر از همین دیگر چیزی از وی واقع نشود. یعنی اگر دیگر کفریات دیگر هم واقع نشود، به خاطر ترس هم انسان نباید موافقت دین کفار بکند. به خاطر حمایت از بدی اونها هم نباید موافقت دین اونها کرد. سبحان الله. پس این دلالت میکرد که کفر خوف وجود دارد. و در دوام الشیخ میگویند فكيف إذا كان في دار منعة استدعي بهم ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل وأعانهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين وصار من جنود القباب والشرك وأهلها بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله، فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. و چی برسد به کسی که در زیر حکم اونها زندگی میکند و به طاعت اونها داخل شده است، اطاعت اونها را میکند، موافقت اونها را آشکار کرده است، موافقت دین اونها را که دین باطلشان هست به این آشکار کرده است و این کفار را کمکشان میکند، نصرتشان میتید، به مال و دوستداری میکند و موالات بین خودش و بین مسلمین را ترک میکند و یک لشکری از لشکرهای قباب و شرک و مشرکین گشته است، در حالتی که این یک مسلمان بود، از لشکری اخلاص و توحید بود و از اهل توحید بود، اما بعد از این گشته است موالات و نصرت کافر را داده است. شیخ میگن که یگان نفر از مسلمان شک نمی کند که همین انسان کافر شده است و از سختترین مردمی که دشمن الله و رسولش است. یعنی همین انسان کافر شده است و از سختترین دشمن الله و رسولش شده است. سبحان الله. لا یستثنی من ذلك الا المکره. از این حالت یگان کس را استثناء کرده نمی شود مگر مکره. البته مکره کیست؟ شیخ میگن و هو الذي يستولى عليه المشركون فيقول له اكفر وافعل كذا والا فعلنا بك وقتلناك او ياخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم. یعنی مکره کسی است که میگند کافرها بر بالای وی غلبه میکنند یا دستگیرش میکنند یا میگیرند مشرکان، میگند که یا کافر شو یا که ما به تو فلان فلان کار رو انجام میدیم، یا کافر شو یا سخن کفری رو بگو یا که ما تو رو میکشیم، یا که به نهایت سخت اذیتش میدهند تا که موافق کافرها شود. در این حالت میگن این انسان کافر نمیشه، چرا که مکره است. این انسان رو کافرها گرفتند، بردند، محکم کردند، میزنند، میشکنند، پوست میکنند، چخیلی که عمار ابن یاسر رضی الله عنه را انجام دادند. در نزد عمار ابن یاسر پدرش یاسر و مادرش سمیه رضی الله عنهما را قتل رساندند و عمار را وقتی که سخت اذیت دادند و شکنجه دادند مجبور شد که بعضی از سخنهای کفار را بگوید و موافقه بکند. این حالت استثناء هست. در این حالت انسان کافر نشد به دلیل خود قرآن که الله سبحانه و تعالی میگوید الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. یعنی کسی که کافر است عذاب جهنم میرد و غیر ذلك، مگرم کسی که مجبور شده است و این را اکراه کرده اند، مجبور کرده اند که سخن کفری را بگوید، اما در حالتی که قلبش پر از ایمان است، مطمئن بر ایمان است. اما کسی که ترس به خاطر ترس کفار، به خاطر حمایه کردن نفسش از ضرر کفار موافقت دین اونها میکند، اونها را نصرت میدهد، کمکشان میکند، لشکری اونها شده است، میگه این کافر است. این سخن شیخ سلیمان محمد ابن عبدالوهاب است. سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله است. فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان. یعنی در این حالتی که انسان مکره می شود، مجبور می شود، اذیتی سخت می کشد، در این حالت میگن جایز است برای این انسان موافقت کردن به زبان به کافرها، اما به قلبش باید طمأنینه ایمان و حقیقی داشته باشد. وقد اجمع العلماء على من تكلم بالكفر هازلا انه يكفر فكيف بمن اظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا.
پس شیخ میگویند که رحمه الله تمام علما اجماع کرده اند که هر کسی که سخن کفر را در حالت هزل و شوخی و مسخره میگوید این انسان کفر میورزد و کافر میشود. و چی برسد کسی که کفر را آشکار کرده است به سبب ترس یا به سبب دنیا طلبی، این میگن کافرتر است. بارک الله فیکم. و این سخنشون به پایان رسید و البته بینهایت سخنی منهجی است و این سخن را باید هر یکی ما حفظ بکنیم و بدانیم. و از اون سخنهایی که امروز مرجعه میگویند که گویا کفر خوف و ترس وجود ندارد برحذر باشیم. و خودی شیخ سلیمان ابن عبدالله علامه نبیره شیخ محمد ابن عبدالوهاب علمای دارالنجد در کتاب تیسیر العزیز الحمید در شرح کتاب توحید صفحه 422 میگویند قوله ووالي في الله هذا بيان للازم المحبة في الله وهو الموالاة فيه إشارة إلى أنه لا يكفي في ذلك مجرد الحب بل لا بد مع ذلك من الموالاة التي هي لازم الحب وهي النصرة والإكرام والاحترام والكون مع المحبين باطنا. و میگن و ولی فی الله و دوست داشتن به خاطر الله، این میگن یکی از چیزی لازمی و ضروری محبت در راه الله است، محبت فی الله است که این را موالات گفته می شود. پس این میگن یک اشاره است که بیان میکند که فقط یک مجرد دوست داشتن، مجرد حب کافی نیست، بلکه با همراهی محبت، با همراهی حب انسان باید موالات داشته باشد. موالات این چیزی که یکی از چیزهای لازمی حب است که این موالات نصرت است، اکرام هست، احترام هست که انسانی دوست داشته را انسان باید نصرت بدهد، اکرام بکند، احترام بکند، هم باطنا هم ظاهرا. یعنی یک کسی بگوید که من مؤمنان را دوست می‌دارم، محبت دارم، این خلاص نمی‌شود. وقتی که محبت را دوست داشتی مجرد حب و عشق و محبت کافی نیست، باید که با همراهی این موالات داشته باشی، نصرت بدهی مسلمانان را، مؤمنان را، اکرامشان بکنی، احترامشان بکنی. نگذاری که یک برادر و خواهرت در حالتی که تو قادر هستی رنج بکشد. تو در یک پهلو بای هستی و غنی هستی و میخوری و اسراف میکنی، در پهلوی تو همسایه مؤمن و مسلمانت از گرسنگی وفات میکند. تو زندگی میکنی و آرام هستی، برادران تو همه در گرسنگی اند و میمیرند و در زیر شکنجه کفار میمیرند، در حالتی که هیچ عملی انجام نمیدی، لااقل یک دعا نمیکنی، پروا نداری، اما میگویی که من مسلمان را دوست این ناممکن است. شرط محبت این نصرت است، کمک است، اکرام است، احترام است، هم باطنا هم ظاهرا. و شیخ میگن که وعادی فی الله، وعادی فی الله دشمنی کردن به خاطر الله، این بیان میکند که یکی از چیزی ضروری دشمنی به خاطر الله، دشمنی کردن به خاطر الله، این بغض است، بغض به خاطر الله، که این دشمنی است. بغض به خاطر الله هم این دشمنی کردن به کفار است. یعنی اظهار دشمنی، عداوت به فعل، به عمل، به مانند جهاد دشمنان الله، جهاد کردن، نابود کردن کفار مشرکین، بیزاری جستن از آنها، دوری جستن از این کفار مشرکین، هم باطنا هم ظاهرا. پس این سخن عادی فی الله به ما میفهماند که مجردی به دل بد دیدن کافران مشرکین مرتدین این کافی نیست، به مجردی به قلب بد دیدن کافی نیست، بلکه ضرور است که انسان با همراهی بد دیدن کافر این چنین چیزهای لازمیش را بیاورد، یعنی ظاهرا هم انجام بدهد. بارک الله فیکم. و با همین این سخن تمام شد. و این چنین شیخ عبدالله فرزندی محمد بن عبدالوهاب و برادر شیخ عبدالله حسین
هر دوی فرزند امام محمد بن عبدالوهاب میگن که فمن قال لا أعادي المشركين أو عاداهم ولم يكفروهم أو قال لا أتعرض أهل لا إله إلا الله ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا دين الله أو ارتدوا وقال لا أتعرض للقباب فهذا لا يكون مسلما والله سبحانه وتعالى أوجب معاداة المشركين ومنابذاتهم وتكفيرهم. سبحان الله. ببینید که علما و علامه دارالنجد چی میگویند؟ میگویند که هر کسی بگوید که من دشمنی مشرکین نمی کنم، من با مشرکین دشمنی نمی کنم، یا که بگوید که من با آنها دشمنی می کنم اما آنها را تکفیر نمی کنم. سبحان الله. امروز انمین واقع بینیات زیاد است. خواهرانم و برادران موحدم، امروز بسیارند کسانی که خود را میگن که ما مسلمانیم، کافر را بد میبینیم اما یا که مشرکین رو بد میبینیم اما تکفیر نمیکنیم، رافضه رو بد میبینیم تکفیر نمیکنیم، قبوری رو بد میبینیم تکفیر نمیکنیم، مشرک رو بد میبینیم تکفیر نمیکنیم. یا که بگوید من هیچ سخنی اعتراضناک در حق کسانی که لا اله الا الله گفتند نمیگویم اگرچه اونها عمل کفری را یا که شرک را انجام داده باشند، یا که دشمن دین الله باشند، یا که مرتد شده باشند. با مانند امروز کسانی که لا اله الا الله میگویند مسلمان، خودشون را مسلمان میدانند اما شرک را انجام میدهند، کفر را انجام میدهند، دشمنی آشکار به دین الله میکنند، به حکم غیر الله حکم میکنند، مجبور میکنند مردم را، قرآن و سنت را آشکار رد میکنند. هر کسی بگوید که من به اینها کار ندارم، من به اینها هیچ دشمنی نمیکنم، من هیچ در حق اینها سخن نمیکنم، برای اینکه لا اله الا الله گفتند، گرچند که این سخن این کفریات را انجام دادند. یا که بگوید که من هیچ کاری به این مزارهای بنا شده، مقبره های بنا شده ندارم، به من فرقی ندارد. پس بدانید که میگن این مسلمان نیست، این کافر است. هر کسی که این سخنها را بگوید این مسلمان نیست، لا یکون مسلما، با این عملش مسلمان نمی شود. زیرا که الله سبحانه و تعالی واجب کرده از دشمنی مشرکین را و بد دیدن آنها را و بغض و عداوت آنها را و تکفیر کردن آنها را الله سبحانه و تعالی واجب کرده است. مرحمت سخن این شیخ در کتابهایشون موجود است، در کتاب دلائل، در کتاب تیسیر العزیز الحمید و غیر ذلك، و در کتاب در رسنیه فتوى النجدی علماء نجد. اما امروز اکثر برادران و خواهران ما از این سخنانی به نهایت پرمعنا بیخبرند، زیرا که در حقیقت مرجعه ها این سخنها را پنهان میکنند، خبر نمی رسانند. مرجعه های عصر، یا که اگر این سخنها را خوانند هم تعویل و تحریف میکنند، میگن شیخ در فلان جا دیگر گفته است، اینجا این گفته است و غیر ذلك، اما این سخنهاشون باطل است. و شیخ عبدالله پدری شیخ سلیمان پسری خردی محمد بن عبدالوهاب میگن ان الاسلام لا يستقيم الا بمعادات المشركين فان لم يعادوهم فهو منهم وان لم يفعل. البته اسلام مستقیم نمی شود، به وجود نمی آید مگرم با دشمنی مشرکین. پس هر کسی که اونها را دشمنی نکرد، بغض و عداوت و تکفیر نکرد، این انسان از همون هاست، از کافران است، گرچنده که کارهای اونها را انجام نداده باشد، گرچنده که شرک را انجام نداده است، اما شرک، اهل شرک را که بد ندید از همون است. پس این سخن دلالت میکرد که فقط شرک را ترک کردن کافی نیست، شرک را، اهل شرک را و خودی فاعل مفعول شرک، یعنی فاعل کننده شرک، خود شرک، همون طاغوت هایی که مردم میپرستند، باید این را بعد ببینید. و این چنین شیخ میگویند فلا يتم لأهل التوحيد توحيدهم إلا باعتزال أهل الشرك وعداوتهم وتكفيرهم. کامل نمی شود، پره نمی شود برای اهل توحید توحیدشون، یعنی توحید اهل توحید پره نمی شود مگرم همان وقتی که از اهل شرک اعتزال بگیرند، دور بشوند، جدا بشوند و دشمنی آنها را داشته باشند و تکفیر بکنند اهل کفر و شرک را. این ضرور است. امروز کسانی که در این زمان مرجع شده اند
مرجعای عصر حاضر از اشعری و ماتریدی و حزبی و مدخلی یا که جامی، عموما این کسان توحید را آموخته‌اند. گروه که اهل توحید گروه خود را دوست می دارند، اما شرک را هم ترک کرده اند. اما در حق اهل شرک مشکلی دارند. مشکلی اینها در مسئله حکم اهل مشرکین است. تکفیر کردن اونها، دشمنی کردن اونها، بغض و عداوت داشتن نسبت اونها، که تکفیر نمی کنند در بسیار حالت. و این چنین شیخ سلیمان میگویند، سلیمان پسر عبدالله: وقد فرض الله تعالى البراءة من الشرك والمشركين والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم وجهادهم. بتحقیق الله سبحانه و تعالی براءت از شرک و براءت از مشرکین را برای مسلمان ها فرض قرار داد، فرض عین، و کفر ورزیدن از آنها را و دشمنی کردن آنها را و بغض و عداوت دادن نسبت آنها را داشتن نسبت و جهاد کردن در حق آنها را الله فرض قرار داد. چخیلی که میگوید فبدل الذين ظلموا قولا غیر الذي قیل لهم. اما مردم سخنها را تبدیل دادند، ظلم کردند و سخن الله گفته را به دیگر طرف کشاندند و در حقیقت گمراه شدند و اونها را دوست گرفتند. به جای این که اونها را دشمن بگیرند، دوست بگرفتند. به جای این که اونها را نابود بکنند، به اونها کمک کردند و یاریشان کردند، مظاهرشان کردند، نصرتشان دادند، بر بالای مؤمنین نصرت دادند. کافر را کمک کردند، نصرت دادند تا که کافر مسلمان را بکشد. و مؤمنین موحدینی که به خاطر لا اله الا الله زندگی میکنند، اونها را بد دیدند و موحدین را دشنام دادند. باز خود را مسلمان می نامند. پس میگن این همه عملها شکننده اسلام است. یعنی یک کسی که خود را مسلمان بگوید و کافر را دوست بگیرد، کمکش بکند، نصرتت بجید بر بالای مسلمان و بعد ببیند مؤمنین حقیقی را و دشنام بدهد، به خاطر کافر شده. پس میگن این عملها همه اش شکننده اسلام است. خیلی که قرآن و سنت به همین دلالت میکرد. پس این سخنی فرزند و نبیره محمد ابن عبدالوهاب علمای دار و نجد است که هیچ کسی این سخن را رد کرده نمیتواند. پس شیخ میگه و عند هؤلاء و امثالهم، و در نزد انن من خیل انسان ها که دوستی کافران میکنند، کمکشان میکنند بر بالای مؤمنین و مانند اینها، قلت، یعنی در حق اینها میگم که و افراخهم من مرجعه عصرنا، یعنی کسانی که کمکی کفار را میکنند در این زمان کمک کننده اونها هستند و باز خود را اهل توحید مینامند، به مانند بعضی کسانی که به این عقیده اند، یا به مانند جماعت حزبی اخوان و سروریه. اینها همه اشان در باطلند، خودشان را اهل حق می‌دانند، در باطلند، زیرا که موالات اهل کفر دارند. پس این سخنها همه اش در الدرر سنیه وجود دارد، مجله 8 صفحه 192 و غیره. و شیخ معروف، بینهایت شیخ معروف، اما افسوس که این شیخ را شاید اکثری برادرها نشناسند. سبب این است که از شیخ کم انسان ها نقل کردن. شیخ عبداللطیف، فرزند عبدالرحمن، فرزند حسن و فرزند محمد ابن عبدالوهاب، یعنی ابیره محمد ابن عبدالوهاب. محمد ابن عبدالوهاب 4 فرزند داشتند. فرزند کلانشون حسن است. حسن پسر داشتند عبدالرحمن، عبدالرحمن پسر داشتند عبداللطیف. میگویند لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء أي الطواغيت
وتكفيرهم كما قال تعالى فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. دین اسلام صحیح نمی شود تا همون زمانی که براءت از هؤلاء یعنی از مشرکین داشته باشید، یعنی از طواغیت میگند، از اونها از طواغیت براءت داشته باشید. براءت معروف است هم به قلب هم به فعل، و اونها را تکفیر کرده باشید. یعنی تا زمانی که انسان براءت از طواغیت نداشته باشد و اونها را تکفیر نکند دینش صحیح نیست. زیرا که میگویند الله گفت فمن یکفر بالطاغوت، پس هر کسی که کفر بر طاغوت ورزید و یؤمن بالله و ایمان به الله آورد فقد استمسک، به تحقیق چنگ زده است بالعروة الوثقى، بلا اله الا الله. عروة الوثقى یعنی یک حلقه آهنین و سخت و شدیدی که هیچ کنده نمیشود، این لا اله الا الله است. یعنی کسی که کفر به طاغوت ورزد و طاغوت را تکفیر بکند. و اینچنین شیخ عبداللطیف آل شیخ رحمه الله میگویند انسان در بعض حالت از شرک نجات مییابد. والمرء قد ينجو من الشرك ويحب التوحید. در بعض حالت ها یافت می شود که یک مرد، یک انسان از شرک نجات یافته است و اهل و توحید را دوست می دارد. مشرک نیست، شرک را ترک کرده است و توحید را دوست می دارد. لیکن به وی یک خلل می آید از جهتی نبودن براءت، عدم براءت از اهل شرک و ترک کردن موالات اهل توحید و نصرت دادنشون. پس به همین خاطر میگن به هوا و هوس داخلی خود پیرو می شود، اتباع می کند و داخل می شود به شرک و در شعبه های شرک و به همین سبب دینش را نابود می کند و آن چیزی که به بالای دینش عمل کرده است همش نابود می شد و توحید را ترک می نماید، هم اصلش و هم شعبه هایش را. پس در حالتی که انسان اهل شرک را تکفیر نکند، براءت نکند، در این حالت میگند ایمانش، ایمان حقیقی که الله از این ایمان راضی می شود به وجود نمیاد. پس فلا يحب ولا يبغض لله، یعنی کسی که به خاطر الله دوست ندارد، به خاطر الله بد نبیند، به خاطر الله دشمنی نکند، به خاطر الله دوستی نکند، انامین میگند کسی است که ایمانش درست نیست. و همه این مسائل ها در شهادت لا اله الا الله گرفته می شود. پس سخن این شیخ در اینچنین درر رسنی مجله 8 وجود دارد. یعنی میگویند بعضی از انسان ها وجود دارد که شرک را ترک کرده است، الحمدلله از شرک دور است، توحید را دوست می دارد، می آموزد، دوست می دارد عموما، اما براءت از اهل شرک نکرده است. شرک را ترک کرده است اما فاعل شرک را ترک نکرده است. ما گفتیم براءت این از 3 چیز باید باشد: از شرک انجام دهنده، این انجام دهنده شرک میگیم مشرک، از خود شرک و از همون چیزی که شرک به وجود میاد، به مانند قبر و مقبره و غیره، از طواغوت. این انسان شرک را ترک کرده است اما فاعل شرک را، انجام دهنده شرک را ترک نکرده است، براءت نکرده است. و اینچنین موالات اهل توحید و نصرت اهل توحید را ترک کرده است. به همین سبب به هوا و هوسش پیرو شد و داخل از شرک شده است که دینش را نابود میکند. سبحان الله. پس به همین کارش توحید را اصلا و شعبا ترک نموده است که با همراهی این عمل، یعنی با همراهی نبودن براءت از اهل شرک و ترک نمودن موالات اهل توحید و نصرتشون، ایمان درست نمی شود. ایمانی که ایمان حقیقی است درست نمی شود. سبحان الله. و اینچنین شیخ عبداللطیف میگن و افضل قرب الى الله مقت اعدائه المشركين وبغضهم وعداوتهم وجهادهم وبهذا ينجو العبد من توليهم. یعنی
بزرگترین نزدیک شدن به الله، بزرگترین عملی که انسان را به الله نزدیک میکند، این ناامید کردن دشمنان الله از مشرکین و بعد دیدن و بغض و عداوت مشرکین و دشمنی کردن مشرکین و ضد اونها جهاد نمودن، که با این عملها انسان یعنی یک بنده مسلمان نجات مییابد از تولیه اونها، از دوستداری اونها. و این البته بزرگترین عمل است و این سخنها همش در دور رستنیه وجود دارد، مجله 8 صفحه 842. بارک الله فیکم. و این چنین شیخ رحمه الله میگویند که هر آن چیزی که در قرآن آمده است از نهی و از بد نشان دادن شدیدی، بد بودن سخت، خیلی هم سختی، دوستی کردن و نصرت دادن و کمک کردن کافران، این دلالت میکند که میگند اصل اصولها برپا نمی شود و به وجود نمی آید مگرم با مقاطعه کردن دشمنان الله و جنگ کردن ضد اونها و براءت از اونها و جهاد ضد اونها و نزدیکی کردن به الله و ناامید کردن دشمنان الله، چگونه که الله سبحانه و تعالی گفته است که مؤمنین باید کافران را دوست خود نگیرند، بلکه مؤمنین را دوست بگیرند. و از کافران خبر داده است که کافران بعضیشون دوستهای بعضی یکدیگر هستند، شلی که در سوره انفال آیه 73 آمده است والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، آنانی که کافر شدند بعضیشون دوستانی بعضشان هستند، یا دیگری یعنی کافران هم دیگر را به دوستی گرفتند. لا تفعلوه تكن فتنة في الارض و فساد کبیر، یعنی شما کافران را دوست خود نگیرید، پس اهل شرک اینها اهل فتنه هستند و بزرگترین فتنه این شرک است و فساد کبیر و بزرگ این البته شرک است. پس بارک الله فیکم تأمل نمایید که امروز چقدر از مسلمان ها در این مسائل کمبودی دارند، در مسئله براءت کافرین و تکفیر کردن اونها، و چقدر انسان ها ضد اونها نمی جنگند بلکه اونها را دوست خود میگیرند، و چقدر انسان ها در حق کافرین و مشرکین سکوت را اختیار کردند و عیب کافران و مشرکان را بیان نمی کنند، و چقدر از مسلمان ها به اونها دوستی دارند و محبت میکنند و اونها را در امن و امانی و سلام میگذارند، و چقدر انسان ها کمکشان میکنند، و چقدر انسان ها مسلمان ها کافران را به درون زمین های مسلمانی داخل کردند. سبحان الله. در حقیقت همه این از نبودن براءت است و از نبودن توحید است و همه این عملها ردة از اسلام است، ردة صحیح، مرتد شدن آشکار به اتفاق علما است. و این سخن را می توانید شما در دور رستنیه مجله 8 324 صفحه دریابید که سخنهای شیخ عبداللطیف در این مسئله است. بارک الله فیکم. پس با همین این حلقه را به پایان می رسونیم.